با سلام، ما میخوایم شاخص AQI یا همون Air Quality Index که به فارسی شاخص کیفیت هوا ترجمه میشه رو ببینیم در شهر کابل چقدر هست. خب همینطور که میبینید این سایت یک سایت جهانی است، World Air Pollution، که در لحظه یعنی طبق داده هایی که درش ارسال میشه کیفیت آلودگی هوا را اندازه گیری میکنه. خب ما در روی نقشه زوم میکنیم تا افغانستان رو پیدا کنیم. خب همینطور که میبینید در روی افغانستان هیچ دستگاه سنجنده ای نیست که آلودگی هوا را ارسال کنه از این سایت تا اعلام کنه. فقط در شهر کابل یک دستگاه هست که مربوط به سفارت آمریکا در کابل میشه که اطلاعات آلودگی هوای کابل را در این سایت ارسال میکنه. خب همینجوری که میبینید اطلاعات مربوط به کابل US امبسی هست و عددی که نشان دهنده میزان آلودگی در شهر کابل هست طبق AQI عدد 461 هست که طبق جدولی که در پایین ملاحظه میکنید هازاردوس به معنای 300 به معنای کاملا خطرناک که عدد بین 300 تا 500 را شامل میشه، نشان میده که هوای کابل الان به صورت بسیار خطرناکی هست و اصلا نباید در این هوا از خانه خارج شد.